شمر که قلب شیعه را سوزانده، هی نسل به نسل خلق را گریانده. در مورد او مورخین میگویند یک عمر نماز مستحبی خوانده. شمر لعین که راه را کش میرفت، از روی هوا و از سر لج میرفت، در سابقه اش جهاد و جانبازی داشت، با پای پیاده دائما حج میرفت. این شمر که پای و پایه اش لنگیده، از حرص بهشت کله اش هنگیده، در لشکر حضرت علی در صفین ضد پدر یزید می جنگیده. یه زهد و خوی ایمانی داشت، تأکید عمیق بر مسلمانی داشت. شمر اهل شراب و رقص و کنسرت نبود، یک پینه اصل روی پیشانی داشت. خدایا ما را عاقبت به خیر بگردان.